سلام دوستان، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خیلی خوب باشه. و من اسلام امیگا هستم و امروز اومدیم بگیم که چطوری داخل بازی پینک 55 تا 65 رو بگیرید. اگه شما هم مثل من پینکتون قبلا 85 تا 75 گیری میکرد که واقعا هم خیلی رو مخه، بعضی از اصلا ببینید واقعا فشاری میکنه آدمو، ولی وقتی که این پینگو بگیرید سرعت همه چی میره بالا، پینکتون هم میاد بین 55 تا 65. بهتون ثابت میکنم، حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید دوستان. خب دوستان، وقتی شما این دی ان اس رو نصب کنی کلی گزینه براتون میاره، مثلا چه دی ان اس رو میخواین انتخاب کنی که ما میریم داخل یه دی ان و یه رمزی رو وارد میکنیم که شما وقتی اون رمز رو وارد کنی، اون رمز مال خود دی ان اس کال آف دیوتی هست و بهتون پینک 55 تا 65 رو بهتون میده. من یه بار پینک 54 داشتم ولی خب فقط یه بار دیگه میگم میانگینش بین 55 تا 65. الان من این بازی هم پینک 75 اینا داشتم، زیادی هم نبود. این بازی رو بدون دی ان اس رفتم و اگه تا آخر این گیم پلی رو بخوام بهتون نشون بدم بگم که واقعا فشاری میکنه آدم. اصلا من که فشاری میشدم، ولی خب نمیخوام وقت زیادی تلف بکنم. تا همین جای گیم پلی به نظر خودم که بسته، چون میخوام چند تا دی ان اس رو پشت سرم بهتون معرفی کنم، شما هم برید اون امتحان کنید. آخر این دی ان اس ها رو بهتون معرفی کردم، خودم میرم داخل بازی پینکی که گرفتم و بهتون نشون میدم تا شما نگین که مثلا دروغ و از این جور چیزا، چون که من میگن دیگه خودم امتحان کردم و بریم آموزشش رو بهتون خب دوستان، این دوتا برنامه‌ای که گفتم همینا، یه دونه گیم دی ان اس، یه دونه هم رادار پلاسه. دوستان رادار پلاسه که فکر کنم همتون میشناسین، چون اکثر یوتیوبرها گفتن که مثلا رادار پلاس کاهش پینگ میده، ولی گیم دی ان اس رو فکر نمی‌کنم بشناسین. پس بیاین بریم داخل گیم دی ان اس و بهتون بگم که چطوری پینکمون بین 55 تا 65 گیر میکنه. خب دوستان، وقتی که وارد برنامه گیم دی ان اس شدیم، الان من وی پی انم روشنه، من یه لحظه وی پی انم هست کنم دوباره برم داخلش. خب دوستان، خب اینجا اون پایین نمیشه وان دی ان اس، اون روی اونو میزنید. برای شما فکر کنم اول اوپن دی ان اس نمیدونم، حالا هر چی که هست اینو که وقتی زدید میرید داخل آخری. وقتی که زدید اونجا شما میتونید خودتون هم جایی که داره سیاه میشه. خب دوستان، اینجا شما میتونید دی ان اس خودتون رو انتخاب کنید. اولی رو باید بنویسید 185.225.225.25. دومی رو باید بنویسید 185.225.225.26. شما باید اینو بزنید و اینو وصل کنید. راستی اینم دی ان اس خود کالافه دوستان، واقعیه. حتی آخر ویدیو گفتم میذارم براتون یه فیلم کوتاه میذارم که ببینید پینکم چند میشه. خب شما وقتی که این عددا رو وارد کردید روی دکمه اتصال میزنید و وقتی که روی دکمه اتصال زدید میرید داخل برنامه کال آف دیوتی. وقتی که اونجا رفتیم، من الان میرم یه ویدیو براتون میذارم که نشون میده که مثلا پینک من چنده. اوکی، ما اینو وصل میکنیم و میریم الان داخل کال آف دیوتی. با اسکرین ما رو گروه دنس. بله، باید به پینک نگاه کنین. 55 57